جنگ حنین در سال 9 هجری ماه شوال با وقوع پیوست. هنگامی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمانان را برای جنگیدن با قبایل هوازن و ثقیف و قبایل دیگری که در میان مکه و طائف بودند آماده می فرمودند. در این هنگام مسلمانان با تعداد زیادی از مهاجرین و انصار برای مقابله آماده شدند و بعضی از مسلمین بر زیاد بودن خود می بالیدند. بعضی می گفتند ما امروز مغلوب نمی شویم، یعنی شکست نمی خوریم. اما خداوند می خواست با مسلمان ها درس بیاموزد که هیچگاه از زیاد نبرند، که هیچ وقت اعتماد بر زیاد بودن خود نکنند. بنابر همین اعتماد بر زیاد بودن خود الله تعالی آنها را آزمایشی بسا مشکل فرمود که چنانچه قبلا مسلمان ها به خاطر مخالفت با امر پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد با همین امتحان مواجه شدند. هنگام شروع این جنگ خالد امیر مقدمه الجیش بود. در آغاز جنگ مسلمان ها به شکست مواجه شدند که فقط حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همراه تعدادی کمی و با اهل بیت خود و با تعداد مهاجرین و انصار باقی ماندند و این امتحان بزرگی برای مسلمانان بود. اما الله تعالی مجددا رحمت خیش را متوجه مسلمین فرمود، لذا مسلمین به تعداد کم و با صبر و استقامت و صداقت مشرکین را شکست دادند و خداوند متعال با این آیه شریفه قلب مسلمان ها را شفای کامل عنایت فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. به تردید الله تعالی شما مؤمنان را در موقعیت‌های بسیار یاری کرده است و نیز در جنگ حنین آنگاه که فراوانی تعدادتان شما را شاد و شگفت زده کرد ولی هیچ سود به حالتان نداشت و زمین با همه گستردگی بر شما تنگ آمد، آنگاه به دشمن پوش کردید و گریختید. ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سپس الله تعالی آرامش خود را بر پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و سپاهیان را که شما نمی دیدید با کمکتان فرستاد و آنان را که کفر ورزیده بودند عذاب کرد و جزای کافران چنین است. در این جنگ با شکست مشرکین تعداد زیادی از غنیمت ها نصیب مسلمان ها شد، اما که دیری نگذشت قبیله هوازن مشرف به اسلام شدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرزندان و زنان آنها را برگردانید. و در این جنگ حضرت خالد رضی الله عنه در جنگ حنین زخمی شدند، چنانچه بعد از شکست هوازن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای عیادت ایشان تشریف بردند و بر زخم ایشان از آب دهان مبارکشان مالیدند و حضرت خالد کاملا شفا یافتند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.